به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بد نگذرد. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت عزیز، خدمت مهاجران محترم، خواهران، مادران، دوستان، برادران، من از همه شما تشکر میکنم که تا این مدت با ما بودید، همراه ما بودید، در خدمت ما بودید و ما در خدمت شما بودیم. طول این 10 سال و 15 سالی که من در حدود فدراسیون روسیه قرار دارم، همیشه کوشش کردم که از حق و حقوق شما عزیزان حمایت کنم تا آنجایی که دستم میرسید. و معلوم است که صحبت‌های ما، سخن‌های ما و تنقیدهای ما البته به همه معقول نیستند و خیلی کوشش میکنن که ما دارای مشکل باشیم و نگذارن که سخن حق را بزنیم. زمانی که شما این ویدیو را تماشا میکنید مطمئن باشید که من دیگر در تریتوری مسکو و تریتوری روسیه نیستم و امکان دارد که ما تریتوری روسیه را ترک کنیم و در مشکل قرار داریم و شاید در تاجیکستان یا شاید در زندان باشیم. برای همین من از همه شما خواهش میکنم یکدیگر فهمی را از دست ندید، یکدیگر را احترام کنید، با کمک یکدیگر همیشه شتابید. هر چیزی که از دست ما آمد طول این همه وقت و ساعت ما کردیم. اگر کم بود از شما معذرت میخوام، اگر بسیار بود برای ما عزیزان دعا کنید که در آینده نیز توانیم یک جمهوری بسیار تنج و آرام و صلح و آسایشتگی را خدمت مردم ارائه فرماییم و با کمک همدیگر وطن را نیز آباد کنیم. و دقتتون تشکر. برای ما دعا کنید. خدا نگهبانتون.